تولیدات بوت ما که در افغانستان است در ولایت هرات می باشد، در ولایت مزار شریف می باشد، در جلال آباد می باشد و از لحاظ رقابتی که به حساب رقابت کنیم ما هم از لحاظ کیفیت میتونیم رقابت کنیم هم از لحاظ تولید و خاطر که ما زیاد بودنزا داریم یعنی امکانات داشته باشیم شاید ما در روز مثلا 200 جورم تولید کنم. حالا فکر کنم مثلا 200 جورم تولید کنم 500 کارخانه در کابل شاید احتمال داره بیشتر هم باشه. دیگه حساب کنید که شما هر کارخانه اگه 20 یعنی 200 جور تولید داشته باشه چقدر میشه؟ من به کیفیت لحاظ دیر کوشش کنم. من په دغه دستگاه کې 30% چرب کار اخلو. یکی از ویژگی‌هایش این است که محکم بودنش است. من یک جوره بوت چینایی را میخرم برای ما در بازار 12 ساعت 15 ساعت که برای ما مقدارش مهم نیست اما اون که به شما 6 ماه کار نمیتونم بوت ساخت وطن خدا که میگیره من داخل یک سال برای ما کار میتونم هم از نظر اقتصادی برای ما خوب است هم از نظر کیفیتش برای ما خوب است. بله بوتای ما از نظر کیفیت ما گفتم تضمین میکنم که از بوتای چینایی بوتای خارجی پاکستانی که بالاتر است رقابت میتونه به شرطی که ما را دولت حمایت کنه ما مواد خام در اختیار ما بانه. بر دولت می پیام داریم که اگر امکان داشته باشه ما را کمک کنه تولیدات ما بالا بره و آدم بیکار باید در کابل نداشته باشیم در افغانستان نداشته باشیم که صنعت ما بره بالا که بتونیم در کشورهای خارج هم رقابت کنیم.